وتقبل بقبول حسن الرب دعاء بنبي وعلي وولي ووسيم وصلى على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. چنان در حدیث آمده اول ما خلق الله نور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اول چیزی که خدا آفرید نور پاک محمد و اهل بیت محمد آفرید. صلوات اللهم صل علی محمد و علی چون نور پاک آن حضرت آفریده شده سر به سجده نهاد. خطاب از حضرت عزت در رسید که ای نور پاک من و ای محبوب من. خدا میگوید به حضرت رسول الله ای عزت در رسید که ای نور پاک من و ای محبوب من، من از محبت تو 7 دریا آفریدم یا محمد. صلوات اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. برای عشق رسول الله خداوند متعال 7 دریا آفرید. نظر کنیم این دریاها چه دریاها است. اول دریای نور، دوم دریای علم، سوم دریای علم، چهارم دریای صبر، پنجم دریای عقل، ششم دریای فقر، هفتم دریای همت. صلوات صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. و در هر دریا از این دریاها خدا تعالی مرا به ید قدرت خود 10,000 سال بداشت. بعد از 70,000 سال فرمان خدا در رسید که ای نور پاک من و ای محبوب من، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، برخیز وجود خود را پنهان مدار، چون که
خدای تعالی جنبانیدم 124,000 قطره نبود جا عصمت پیداش. ای خدا ای خدا ما هممون جمع شدیم به مولود به هفته وحدت رسول الله. خداوندا تو بخشنده‌ای، گناه‌های معصیت ما را ببخش. ما که اومدیم با این گناهکار قدم‌هایمون به مجلس محبوب تو حبیب تو، میدانیم که در آن مقدس راهی که قدم زدیم گناهان ما را بخشیدی برای رسول الله. خدایا تو خدایی، تو ما را آفریدی. خدایا تو بی احتیاج ما محتاجیم. به تو یارم، به تو یارم، به تو یارم. صلوات جمال محمد و آل محمد. خدایا تو غفوری، تو رحیمی، تو جلیلی، من ذلیلم، من فقیرم، من علیلم. اما خدایا موقعی می شود که یک گناهی می کنیم نمیتوانیم به خانواده خودمون را بگوییم معصیتمون را، گناهمون را، چون حیا داریم. به دوست ما، به دوست رفیقمون نمیتوانیم این گناهی که کردیم بگوییم که آقای دوستم، آقای رفیقم این گناهی را من انجام دادم، چه کنم؟ در این موقعی که دیگه علاج نداری میدونی چه کار میکنی؟ خدایا می آییم دم در رسول تو بخشنده ای، رسول تو هم بخشنده ای. خدایا می آییم به دم در خونه رسول تو، میگوییم یا رسول الله مشکلی دارم، گناهی دارم، نمیتوانم کسی بگویم، اما تو به من قریبی، تو من را از خانواده من هم بیشتر دوست داری یا رسول الله. اما من نمیتوانم تو را دوست دارم. چرا؟ بنده
گناهانم اجازه نمیدند به تو بیشتر عاشق بشوم. الان من میگویم یا رسول الله، اما اینو میتونم بگویم به شما، ما تو را ندیدیم اما ما تو را که ندیدیم همونجوریش به شما یا رسول الله عاشق شدیم. یا رسول الله، یا رسول الله مبارک، 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 یا رسول الله مبارک. هر جا نشستی где сидим, стоим, разницы нету, все вместе. Давайте скажем, зикр сделаем имя Расулуллах саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. Все вместе и громче. Я Расул Аллах Мубарак, Я Расул Аллах Мубарак, Я Расул Аллах Мубарак, Я Расул Аллах Мубарак. يا محمد المصطفى صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انشالله مولود شما مبارک باشه. поздравляю انشالله. ای الله حسینم انشالله عطیت و مجلس ثواب انشالله. حاجا تشکر میکنم، دست شما میکنیم، خیلی ممنون. انشالله التماس دعا داریم، دست شما انشالله انشالله انشالله. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله. اللهم صل على وآل محمد حبيب الله.